فکر کنم این صحنه واسه هممون خیلی آشناست، نه؟ هنوز چشماتون کامل باز نشده، اولین کاری که میکنید اینه که دستتون میره سمت گوشی. شروع میکنید به اسکرول کردن و فقط چند ثانیه طول میکشه تا با زندگی بقیه مقایسه بشید. زندگی‌هایی که انگار از مال ما خیلی بهترن و بوم، روزتون با یه حس بد عقب موندن و اضطراب شروع میشه. خب قراره توی 5 قدم این مسیر رو با هم طی کنیم. اول از این تله مدرن حرف میزنیم، بعد میریم سراغ بازسازی روزمون، میبینیم انضباط واقعی اصلا یعنی چی، یاد میگیریم چطور منابعمون رو مدیریت کنیم و آخرش هم میرسیم به یه قانون طلایی. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. این بخش در مورد یه تله است. تله‌ای که راستش اکثر ماها توش گیر افتادیم. صبح‌های امروزی ما انگار یه جوری طراحی شدن که ما رو از همون اول توی حالت واکنشی و بیفایده قرار بدن، حتی قبل از اینکه روزمون واقعا شروع شده باشه. ببینید، یه صبح واکنشی دقیقاً مثل یه ربات خرابکار کار میکنه. زنگ ساعت، دکمه اسنوز، اسکرول کردن و بعدش هم اضطراب. این چرخه ادامه داره تا ساعت 10 صبح که میبینید تمام انرژیتون به جای اینکه صرف ساختن چیزی بشه، فقط صرف واکنش نشون دادن به بقیه شده. در مقابل، یه صبح فعال چطوریه؟ با 2 تا کار خیلی ساده شروع میشه. نوشیدن آب، مرتب کردن تخت. همین. این یعنی به جای اینکه انرژیتون خالی شه، از همون اول صبح کنترل روزتون دست خودتونه. خب، حالا میرسیم به اصل مطلب. راه حل این نیست که یهو تغییرات خیلی گنده و عجیب غریب تو زندگیمون ایجاد کنیم. نه، اصلاً. راه حل اینه که روزمون رو با یه سری عادتهای فوق‌العاده ساده، حتی میشه گفت خسته کننده، از نو بسازیم. این عادتهای کوچیک در واقع ستونهای اصلی موفقیت شما میشن. این بازسازی 3 تا قسمت اصلی داره. اول اینکه کنترل صبح رو به دست بگیریم، دوم وسط روز یه ریستارت سریع داشته باشیم و سوم شب رو با آرامش تموم کنیم. حالا بیایید هر کدوم رو دقیق‌تر ببینیم. اولین عادت صبح اصلاً جای بحث نداره. آب بنوشید. قبل از قهوه، قبل از چک کردن گوشی، قبل از هر چیزی به بدنتون آب برسونید. میدونم خیلی ساده و شاید خسته کننده به نظر بیاد، ولی این اولین پیروزی کوچیک روزتونه. اولین تشکر از بدنتون. عادت دوم، تختتون رو مرتب کنید. میدونم شاید بگید این دیگه چه کار بیهوده‌ایه، ولی یه اتفاق خیلی جالب تو مغزتون میفته. مغزتون اولین سیگنال روز رو میگیره که هی، من میتونم یه کاری رو شروع کنم و تمومش کنم. این اولی قولیه که به خودتون میدید و بهش عمل میکنید. همین پیروزی کوچولی ذهنی زمین رو برای موفقیت‌های بعدی تو طول روز آماده میکنه. خب میرسیم به وسط روز. بعد از نهار، اون موقع که حس خواب‌آلودگی میاد سراغتون، به جای اینکه تسلیم بشید، فقط 10 دقیقه برید بیرون قدم بزنید. بدون هدفون، بدون اینکه بخواید قدماتون رو بشمرید، هیچی. فقط راه برید. همین کار ساده قند خونتون رو تنظیم میکنه، ذهنتون رو خالی میکنه و یه جون دوباره بهتون میده برای بقیه روز. نکته کلیدی دقیقاً همینه. ببینید، این کارهای کوچیک مثل پیاده روی، ورزش سنگین نیستن. اینا مثل تعمیر و نگهداری روزانه میمونن. و این جمله خیلی مهمه. نگهداری و استمرار همیشه و هر بار از انگیزه‌های یهویی و زودگذر قوی تره. و حالا عادت شبانه. به جای اینکه شبها توی اون مهمونی دیجیتالی بی‌پایان اینستاگرام و توییتر بچرخید و مغزتون رو تا نصف شب بیدار نگه دارید، یه کار دیگه بکنید. یه کتاب واقعی، کاغذی بردارید و بخونید. این کار مثل یه سیگنال آرام بخش به بدنتونه که هی، دیگه وقت استراحته. این یه معجزه آرومه که باعث میشه خوابیدن دوباره براتون یه چیز طبیعی و راحت بشه. خیلی خوب، تا اینجا دیدیم که چه کارهایی باید انجام بدیم. حالا وقتشو بریم سراغ چرا این عادتهای به ظاهر ساده اینقدر قدرت دارن. بیایید با هم ببینیم انضباط شخصی واقعاً یعنی چی. این عادتها مثل اثر دومینو عمل میکنن. هفته به هفته این روتین‌های کوچیک مثل چرخ دنده‌های 1 ساعت دقیق به هم وصل میشن. شما آب می‌نوشید، پس حالتون بهتره. حالتون بهتره، پس غذای سالمتری می‌خورید. غذای سالمتر می‌خورید، پس عمیق‌تر می‌خوابید. عمیق‌تر می‌خوابید، پس هوشیارتر بیدار میشید و بهتر برنامه‌ریزی می‌کنید. می‌بینید همین روی هم چیده شدن بی سر و صدای این عادت‌های خسته کننده است که در نهایت نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم میزنه. ببینید، اکثر ماها یه تصور اشتباه از انضباط داریم. فکر می‌کنیم انضباط یعنی جنگیدن با خودمون، یعنی زجر کشیدن، اما نه. انضباط واقعی یعنی آرامش،
یعنی چی؟ یعنی دیگه با خودتون سر این که آیا این کارو بکنم یا نه چونه نزنید. دیگه مذاکره‌ای در کار نیست. شما فقط انجامش میدید و این یعنی رسیدن به آرامش درونی. اگه شما هم دوست دارید این آرامش رو تو زندگیتون بسازید و اگه این مطالب تا اینجا براتون مفید بوده، ممنون میشم همین الان با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رشد با هاشم از ما حمایت کنید. این کار شما به ما انرژی میده تا تحلیل‌های کاربردی بیشتری برای رشد شما بسازیم. خب، حالا بیایید همین ایده انضباط رو ببریم تو 3 حوزه خیلی مهم دیگه: پول، انرژی و محیط اطرافمون. میبینید که دقیقاً همون قانون اینجا هم صدق میکنه. وقتی برای اولین بار شروع میکنید به نوشتن خرج‌هاتون، یهو شوکه میشید. میبینید که هر ماه صدها دلار، شاید هم بیشتر، داره صرف چیزهایی میشه که اصلاً روحتون هم ازشون خبر نداشته. این پول و انرژی داره از جیبتون میره بدون اینکه حتی متوجه بشید. ببینید، اینکه خرجاتون رو ردیابی کنید به معنی خسیس بودن نیست. به این معنیه که دیگه نمیخواید خودتون رو گول بزنید. هر هزینه‌ای که می‌نویسید مثل یه آینه است که الگوهای رفتاری شما رو بهتون نشون میده. و جالب اینجاست که این مهارت به بقیه جا هم سرایت میکنه. کم کم شروع میکنید به ردیابی زمانتون و تمرکزتون هم. و اما محیط. یه عادت ساده. هر شب فقط 10 دقیقه وقت بذارید و محیط اطرافتون رو مرتب کنید. این سلاح مخفی شماست. آره، شاید خسته کننده باشه ولی فوق‌العاده هوشمندانه است. چرا؟ چون یه ذهن آروم و منظم نمیتونه توی یه محیط شلوغ‌ده و به هم ریخته دووم بیاره. وقتی شما محیط فیزیکیتون رو کنترل میکنید، در واقع دارید ذهنتون رو هم آروم میکنید. و بالاخره رسیدیم به بخش آخر. بخشی که تمام این تیکه‌های پازل کنار هم قرار میگیرن تا اون قانون نهایی، اون ایده اصلی که پشت همه این عادت‌ها قایم شده رو برامون روشن کنن. و نکته کلیدی و نهایی اینه: تمام این کارها از آب نوشیدن و مرتب کردن تخت گرفته تا پیاده روی، همشون فقط یه معنی دارن. این که به قولهایی که به خودتون میدید عمل کنید. معنای واقعی خسته کننده بودن اینه: یعنی برای مهمترین آدم زندگیتون، یعنی خودتون، یه آدم قابل اعتماد باشید. پس درس آخر اینه: خسته کننده بودن نقطه مقابل هیجان انگیز بودن نیست. خسته کننده بودن پایه و اساس توقف ناپذیر بودنه. همین کارهای آروم، قابل پیشبینی و تکراری هستن که در طول زمان شما رو تبدیل به آدمی میکنن که خودتون هم دیگه نمیشناسیدش. یه نسخه خیلی بهتر. پس همین امروز دوره خسته کننده بودن خودتون رو شروع کنید. اون لیوان آب رو بنوشید. تختتون رو مرتب کنید. این کارهای کوچیک رو اونقدر تکرار کنید تا جزئی از هویت شما بشن. و حالا این سوال رو از خودتون بپرسید: اولین قولی که به خودم میدم چیه؟ خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. برای اینکه این سفر رو با هم ادامه بدیم و یاد بگیریم چطور برای خودمون آدم‌های قابل اعتمادتری باشیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال رشد با هاشم رو هم سابسکرایب کنید. و از همه مهمتر، همین الان برید تو قسمت کامنت‌ها و بنویسید اولین قولی که از امروز به خودتون میدید چیه. منم با اشتیاق همه کامنتاتون رو میخونم.